التجا میکنم. خستم، واقعا خستم. و گذشتم نظر میکنم، هیچ باورم نمیآید که سرگذشتی من است. لحظه هایی را نگذراندم که پر از غم بودند، پر از درد بودند. فقط صبر کردم، صبری که لبریز میشد. پس چی کار کنم؟ میگو چی کار کنم؟ هر لحظه که با غم بود برام باز مشکلی می آورد. این چشمان با جز اشک غم باری اشک شادی رو ندیدم. خدایا این خستگی ها تا به کی است؟ بگو اگر قلمی سرنوشت را برام میدادی عمرم را خیلی کوتاه میکردم، ولی با شادی در میان گلزار چمنستان میکردم. ولی صد افسوس که عمرم دراز است و با غم است. هر نفسم با غم میگذرد. هر نگاهی که به این دنیا میکنم برام درد میآورد. پس بگو با کدام صبر زندگی کنم؟ نمیدونم، واقعا نمیدونم. از دل دیگران حرف زنم یا راز خودم رو افشا کنم؟ نمیدونم. به سیمای دیگران مینگرم، در سیمای همگون شادی میبینم، ولی هر وقتی که روبروی آینه خودم رو مینگرم حیران میشوم. چرا در چهره من شادی نیست؟ چرا خیر؟ چرا؟ خدایا امتحان نمیکنی؟ بگو برام، بگو تا بدونم. امتحان نمیکنی یا اون همه خطاگی هایی که کردم انا سزای همانا هست؟ بگو برام، التجا میکنم. بگو صدایی کن، ندایی کن برام. بگو خدایا دانستن میخواهم از بحر چیست این همه عذاب کشیدن. اگر خطاگی هایی کردم باشد التجا میکنم برام امکانیت بده تا این همه خطاگی هایی کردم رو اصلاح کنم. خدایا خداوندا در زندگی تهمت رو هم دیدم، عذابی که نکشیدم. در زندگی خطا هم کردم، چه جفایی که ندیدم. پس بگو چی کار کنم؟ نمیدونم. فقط یک مکان رو میخواهم، زیر خاکی سرد، خاکی که امروز با همه گناه هایمان رو باز ما رو برداشت میکند. انا زیر همون خفتن میخواهم. اگرچه گناه هم باشد زید و چنین خواستن رو طلب کردم، ولی طلب میکنم. هر لحظه، هر دقیقه و هر ثانیه طلب میکنم. من نمیخواهم، عمری دراز نمیخواهم. خدایا این منم، بنده ای که هر لحظه با تو حرف زدن میخواهم. خدایا این منم، بنده ای که هر لحظه با تو حرف زدن میخواهم. بنده ای که بدون تو هیجم، بنده ای که هر رازم رو پنهان میکنم تا سر جانماز نشینم و با تو حرف گویم. زیرا نبود در این دنیا، نبود نفری که براش رازی دل گویم، نبود نفری که رازم رو براش افشا کنم. خدایا این منم، نفری که درد دارم، نفری که آه و ناله دارم، نفری که هر لحظه ام با غم است و بدون تو تنهایم، تنهایی به تنها. باز در نزد اشک میریزم، باز در نزد زی زندگی می نالم، زی سوزی آدمی می نالم و می گریم. خدایا آخر این همه عذاب، این همه غم، درد، آه و ناله زی بهر چیست؟ بگو چرا تقدیرم را پست و بلند آفریدی؟ میدونم راه زندگی همواری ندارد، ولی چرا اینقدر ناهموار است راه زندگی من؟ دنیایی که برام چنگور تنگ و تار است، پس چرا ناهموارش آفریدی آخر؟ در تاریکی راهی رفته کنم میتوانم،
پس چرا امتحانی سختم کردی؟ بگو خدا جان، بگو آخر. لحظه از این غم ها آزادم کن، لحظه از این زنجیر غم و عذاب رهایم کن، تا لحظه در شادی ها باشم، در بهار زندگی باشم، تا لحظه سیر عالم رنگین کنم، تا ببینم که شادی چی است، تا درک کنم، تا ذره هم باشد غمم را از دلم بارون آرم. در زندگی همگان سیر و روزشان را برام میگفتند، برداشت میکردم و عاقبت درونم از غم دیگران پر شد. غم خود را چیکار کنم؟ غم خود را کجا بانم؟ نمیدانم. خدایا خداوندا، به کی گویم این سیری نهفتم را؟ به کی گویم این رازی نگفتم را؟ بگو برام آخر، بگو، به تو گویم. یگانه نفری که رازی دلم رو میداند این تو هستی. زیرا زن با خبری، چرا دوایم نمی کنی؟ چرا خدا جان؟ چرا؟ هر لحظه زی چشمانم اشک غم می ریزد. این اشک را من نی چشمانم می ریزد، آه را من نی وجودم می کشد، غم را من نی دلم می بردارد. پس بگو من چی کار کنم؟ در چرای زندگی حیران و نالان ماندم. به کجا رفتن، چی کار کردن و به کی روزی دلم را گفتنم را نمیدانم، واقعا نمیدانم. خدایا، زی خطاگی هایی کردم سخت پشیمانم. خواهش میکنم برایم یک فرصت بده، برایم یک امتیاز بده. ولی صد افسوس که راه زندگی را دوباره برگردانده نمی شود تا خطاگی هایی کردم را بار دیگر اصلاح کنم. نمیدونم چی کار کنم. خدا جان، من از زندگی خستم. زندگی که برای دیگران رنگین است، برای من یک رنگ است. زندگی که برای دیگران زیبا است، برای من هیج است. زندگی که برای دیگران شادی می آورد، برای من بجز غم و ماتم دیگر چیزی نمی آورد. پس بگو چی کار کنم؟ نمیدونم. غمی که من دارم اگر به دیگری گویم شاید قوتی برداشت کردنش را نداشته باشد، ولی باور کن من که خستم، دیگر دلم برداشت ندارد، وجودم قوت ندارد، همه قوتم صرف شد. خدایا، برایم راه نشانده، برایم چیزی بگو، بگو آخی، بگو. من خستم، واقعا خستم. خدایا خداوندا، از هر نفسی که کشیدم، از هر نگاهی که کردم، از هر محبتی که در دل جای کردم سخت پشیمانم. آنچنان پشیمانم که نمیدونم چگونه بار دیگر لحظه های گذشته را برگردانم تا این خطاگی های کردم را اصلاح کنم. خدایا، التجا میکنم، مرا بر من ببخش، مرا ببخش. همگان زی تو عمر دراز می طلبند، زیرا شادی دارند، رنگینی زندگی را دیدن و درک میکنن حیات را. ولی من چی؟ من عمر درازی غمخطی را چی کنم خدا جان؟ اگر در زندگی برایم یک لحظه حیات میدادی و با شادی میبود، من راضی بودم، من قناعت میکردم، من شاد میشدم از آن یک لحظه. ولی اگرچه 100 سال عمر بینم و با غم باشد، نمیخواهم چنین حیات را. زیرا یک لحظه هم برای من 100 سال است. یک لحظه ای با غم زیستن، یک لحظه ای با درد زیستن. باور کن دیگر وجودم طاقتی برداشت این همه رنج را ندارد. خدای خداوندو، این همه غم ها، این همه درد ها، این همه سوختن و با ساختن ها مرا بردن به سوی ناامیدی ها، به قله نامراد ها بردن. میگویند پایان شب سیاه سفید است، ولی من در این راه تاریک زندگی
روشنی رو که نمی بینم، پس با امیدی چی زندگی کنم؟ با امیدی کی زندگی کنم خدا جان؟ نیست نفری که براش راز دل گویم، نیست نفری که براش این همه سیر دلم را افشا کنم، زیرا بجز خودم، بجز خودت به کسی باور ندارم در این دنیا، در این زمانه. پس چیکار کنم خدا جان؟ دردم رو به کی گویم تا لحظه از این بار وزنین زندگی رها یابم؟ التجا می کنم خدایا مرا از این قسمت تلخ نجات بده، از این غربت غمها مرا برون کن، پابند غم و دردم مکن، زنجیر بندم مکن، در گرداب غم تیلم مده. التجا می کنم، خستم، واقعا خستم. و گذشتم نظر می کنم، هیچ باورم نمی آید که سرگذشتی من است. لحظه هایی را نگذراندم که پر از غم بودن، پر از درد بودن.